سلام برابکس، خوش اومدین به کانال خودتون. امروز میخوایم یک کار عجیب غریب کنیم که قدیما زیاد میکردیم ولی الان چند ساله گذاشتمش کنار. حرکت‌های جوان پسندانه. آره، قدیما با این ماشینای آشغالی میومدیم دستی میکشیدیم، دریفت میکشیدیم. آره، الان میخوایم دوباره همون کار بچگیمون رو تکرار کنیم. البته این سری ماشین چهارچرخه. قدیما بود یا دیفرنس عقب بود و جلو بود. چهارچرخ هیچ وقت نداشتم. این اولین چهارچرخه. آره، امروز هم هوا به شدت برفی، هوا سرد. آره، مناسب اینه که یکم بچرخیم دور خودمون. آره، با ما همراه باشید دیگه. ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما وقتی گذاشته میشه شما اولین نفری باشید که بیننده باشید. آره دیگه، خلاصه از دست ندین دیگه. آره دیگه، به دوستانتونم بفرستین، شیر کنید. بچه فقط منظره رو ببینید. به به غروب رباطیاریم، دلتنگشم جانان. خوبی شه دیگه چیز برای گفتن نداری؟ همون سریع نه دیگه، میریم که دیگه وقتتون رو بیشتر نگیریم. با ما همراه باشید. آره، با ما همراه باشین که بریم ببینیم چه خبره. بچه الان یه جای خوب اومدیم که دریفت بکشیم. یه پارکینگ بزرگه. آره، یه آسیب به بقیه هم نزنیم. من میرم بیرون ویدیو رو میگیرم، با ما همراه باشید. باقی چیش میکنم بذارم که یه جای من وایسم. اوه، حسین میخواد چیز بکشه. عالی و سر خوب دور خودت میچرخی. یه دونه آخریش هم برو. باحال بود. عالی دا شاری، کارت درست بود. چطور بود؟ یه مناسبه بود. ایول. بچه چقدر بو لاستیک میاد. بو لاستیک پیچیده. خواهرش